سلام سلام. جان، حال شما؟ خوبین؟ قربان شما. خیلی رفع کسالت شده؟ خیلی شکرم. خیلی ممنونم از شما. شما خودتون خوب هستین؟ سلامت باشین. ممنون. سلامت باشین. وقتتون بخیر. میخوایم ایمان بسیار. ببخشید صدا میاد. بخیر من اینجا هر جا من باشم همونجا مکان بازیشه. همشون به مادر میچستن. یه دوران آره مخصوصا وقتی که دورانی. من بهش توجه ندارم، میگم که مثلا کار دارم، بیشتر میاد چیز میکنه. منم خب دارم بازی میکنم ولی سر صدا میکنه. حالا دیگه زندگیه دیگه. میخواین مژگان جون وقتتون رو زیاد نگیرم. مرسی که دعوت من قبول کردین. یه معرفی بفرمایین برای دوستان که بعد شروع کنیم. مرسی. با سلام خدمت شما معرفی کنیم و بقیه دوستان عزیزی که لایو ما رو مشاهده میکنن و یا بعداً بازپخشش رو خواهند دید. من مژگان هستم، ساکن کشور فنلاند، با سابقه شغلی مامایی حدود 12 سال سابقه خدمت و الانم در اینجا چند مدتی در یکی از بیمارستان‌های هلسینکی به کار نرسینگ مشغول بودم، ولی الان یه مدت به طور جدی بیزینس آنلاین رو که به عنوان پلن بی زندگیم بود دارم کم کم جایگزین میکنم، میارمش رو پلن آ و از آشنایی با همه شما خوشبختم. بسیار عالی. منم از آشنایی با شما خیلی خوشبختم. منم لیلا هستم. 11 ساله که تو تگزاس زندگی میکنم. بک‌گراند تحصیلیم تو ایران زبانشناسی، کارشناس ارشد بودم، معلم بودم. اینجا هم دنتال اسیستنت هستم و یه مدت کوتاهی هم هست، در حدود چند ماه که این فرصت رو شروع کردم. خیلی خیلی خوشحال هستم که این کار رو انجام دارم میدم و با شماها عزیزان آشنا شدم و دارم علم آموزی میکنم و به سمت موفقیت پیش میرم. خیلی ممنون. لیلا جان، با دوست گرانقدری مثل شما آشنا شدن سلامت باشین. ممنون. هم دیگه کار بیزینس رو راه ببریم. خیلی از این بهتر چی میخواد بشه. خیلی عالی. با این فرصته که ما با هم آشنا میشیم، وگرنه فنلاند، تگزاس خیلی با هم ارتباطی نداره، ولی چقدر دنیا کوچیک میشه با اینترنت و با کاری که ما داریم انجام میدیم. حالا موضوع امروزمونم کاری هست که ما داریم انجام میدیم. میخواین شما شروع کنین که با هم دیگه اطلاعات رو بدیم. کاری که ما داریم در این بیزینس انجام میدیم، در بیزینس آنلاین، حقیقتا نه به عنوان فروشنده هستیم، نه به عنوان کسی که بخواد انباردار باشه. ما همگی سعی میکنیم از طریق ادورتایزینگ، یعنی تبلیغات و مبلغ هستیم به اصطلاح. قبلا از صفحات آگاهی استفاده میکردن، به در و دیوار میچسبوندن و یا تلویزیون دائم رکلام پخش میکرد. الان این کار رو در دنیای اینترنت به عهده ما گذاشتن و ما سعی میکنیم که بیزینس خودمون رو از این طریق به انسانها معرفی کنیم، گرچه ما انسانهایی هستیم دارای حقوق و اشخاص حقیقی و اینکه هر از چندگاهی هم زندگی واقعی خودمون رو به تصویر میکشیم، جلوی دوربین میاییم که انسانها بدونن که ما افرادی هستیم از قومیت‌های مختلف، مذاهب مختلف، کشورهای مختلف و اینکه هر کسی یک بک‌گراند شغلی داره. بعضیا تحصیلات آکادمیک دارن، بعضیا ندارن، هیچ فرقی نمیکنه. کار بسیار جالبیه کار دیجیتال مارکتینگ و به عنوان مثال من و لیلا جان هیچ کدوممون از کنار کار دیجیتال مارکتینگ حتی رد نشده بودیم و الان خدا رو شکر از طریق آموزش‌های بسیار عالی و پیشرفته که همراه با آپدیت‌های هر از چندگاهی هستش، ما داریم تحصیلات آکادمیک میگذرونیم در داخل خود همین بیزینس و
اینکه چیزایی رو که خودمون آموزش میبینیم و از طریق منتور و کوچ به ما کمک میکنن که گسترده تر و عمیق تر بتونیم یاد بگیریم، همینو ما به عزیزانی که به ما جوین میشن و از طریق ما صاحب بیزینس خودشون میشن به عنوان منتور و یا کوچ ما در خدمتشون هستیم و هر آنچه را که یاد گرفتیم سعی و اهتمام داریم که در کنار خودمون به رشد و پرورش اونام از لحاظ کار دیجیتال مارکتینگ کمک بکنیم که البته علاوه بر رشد و گسترش کار دیجیتال مارکتینگ همه ما به نحوی از رشد و گسترش شخصیتی هم برخوردار هستیم، چرا که با انسان‌های مختلف گفتمان داریم و تجربیات بسیار فراوانی از انسان‌ها، از دوستان عزیزمون کسب می‌کنیم. بیشتر سعی میشه که از خودمداری بیاییم بیرون، خودجوش نیستیم، حرکت‌های خودجوش نداریم و این بسیار عالیه برای اینکه میتونیم خودمون رو به طور اتوماتیک اراده‌مون هم دستکاری بکنیم و به طرف بیشتر فهمیدن و بهتر عمل کردن حتی خودمون هم پرورش بدیم. پس در نتیجه بیزینس آنلاین هم باعث گسترش شرایط شخصیتی و اجتماعیمون میشه، هم باعث گسترش بسیار زیاد درآمدمون میشه که سال اول من خدمت عزیزان بگم اصلاً به اون صورت نیست که همه ما 100% در سال اول درآمدزایی بکنیم. این یک دروغه، ولی در سالهای بعد به امید خدا به اندازه تلاش، استمرار و کوشش خودتون میتونید بهره وری کنید و فکر کنید که این بیزینسی که ما شروع کردیم مثل یک درختیه که کاشتیم، هرگز یک درخت در سال اول میوه نخواهد داد. و هر کسی به شما میگه که ما ماهانه انقدر میگیریم در سال اول، واقعا بدونین دارن سرتون کلاه میذارن. همچین چیزی امکان نداره، چون باید شما خودتون رو به دیگران ثابت کنید، اعتماد جلب کنید، مشتری داشته باشید، مشتریای شما بخوان سرمایه گذاری بکنن و از طریق سرمایه گذاری و شما که آموزش میدین در کنار عزیزان هستید، از هر بابت خودتون رو اوکی میکنید و بالا میکشید. خوشبختانه پیشکسوتان ما اینو به ما نشون دادن که همراه با یادگیری و گسترش و استمرار و مهارت طی 3 تا 5 سال به درآمدهای بسیار عالی میرسن، درآمدهای 4، 5، 6 رقمی که به امید خدا هر کی که شروع کرده طعمشو خواهد چشید و برای خودش و خانواده‌اش و اطرافیان مثمر ثمر خواهد بود. بسیار عالی. دقیقاً چیزایی که گفتین همش صحیح و درست بود. همه توضیحات دادین. فقط من میخوام به دوستان بگم که اگر که اولین بار هست که لایوهای ما رو میبینن، ما برای کمپانی ژاپنی کار میکنیم و از اون طریق هست که درآمدمون کسب میشه و ما به افراد مشتاق اون علمی که داریم، علمی که کسب کردیم از طریق آموزش‌های بروز ویدیو بیس، به اونها هم کمک میکنیم که این آموزش‌ها رو ببینن و با همدیگه دست به دست هم اون علمی که به دست آوردیم و به کار میگیریم تا به موفقیت برسیم و کسب و کار خودمون رو داشته باشیم، ولی با لینکی که به اون کمپانی ژاپنی هستیم از اون طریق کمیسیون های خودمون رو دریافت میکنیم. بفرمایید اگر که چیزی اضافه دارم. اندازه سرمایه گذاری که ما انجام میدیم، یعنی هیچ بیزینسی نیست که سرمایه گذاری نداشته باشه. یعنی تکلیفی شد که واقعیت نداره. با سرمایه گذاری میکنیم، با میزان سرمایه گذاری شما درصد کامیشنتون هم بالا میره. به فیض خدا از برکات عالی و خوب بیزینس آنلاین و
دقیقا همینجوره. یعنی دوستان سوالشون همین است که ما درآمدمون بسته به سرمایه گذاریمون هست یا نه. بله، در ابتدای این کار شما بسته به سرمایه گذاری، چون که پکیج های متفاوتی وجود داره، میتونید با سرمایه گذاری اندک وارد این بیزینس بشید یا با حد اکثر سرمایه گذاری وارد بشید. در ابتدا وقتی که به مرحله درآمدزایی میرسید، کمیسیونی که دریافت میکنید بالا و پایین داره، ولی به مرور زمان بسته به تلاشتون ممکنه شما که با یک پروداکت وارد شدین، از کسی که با حد اکثر سرمایه گذاری وارد شده باشه، ممکنه اینقدر تلاش و استمرار شما داشته باشید و مایندست عالی بیزینسی داشته باشید که بتونید اونها رو کنار بگذارید و برید و به مرحله های بالا و بالاتر و به موفقیت های بالا و بالاتر برسید. عالی. شما ببخشید نمیخوام بیش از حد شما رو اذیت کنم مژگان جان، میدونم که کسالتتون هنوز هست. این مریضی امسال خیلی خیلی اذیت کرد همه رو. من که 1 ماه درگیرش بودم. ببخشید. میخواین لایو رو میبندیم؟ من فقط اطلاع بدم به دوستان که شما میتونید سوالاتتون رو حتما از ما بپرسید و وقتی که مطمئن شدید که میخواین اطلاعات بیشتری دریافت کنید، حتما اسم و ایمیلتون رو برای ما بگذارید. ما در اسرع وقت شما رو ریجیستر میکنیم، یا میتونید به طور مستقیم در وبسایت ما وارد بشید، اسم و ایمیلتون رو بگذارید و وبینارهای رایگان که به صورت اتومات به شما ارسال میشه رو دریافت کنید. اگر نیاز به اطلاعات فارسی دارید حتما به ما اطلاع بدید که ما ویدیوهای مکمل فارسی رو برای شما میفرستیم. و بعد از اون اگر که دوست داشتید و خواستید که اطلاعات 100% رو دریافت کنید، نیاز هست که وارد دوره 30 روزه آزمایشی بشید با پرداخت مبلغی که به صورت امانت در دست کمپانی قرار میگیره به مدت 30 روز. و اگر که در هر زمانی خواستید از این پرسه خارج بشید، قابل برگشت هست. ولی اگر که دوست داشتید ادامه بدید، نیاز هست که کوچینگ کال داشته باشید و به مرحله سرمایه گذاری میرسید و آیدی بیزینسی اینترنشنالتون رو دریافت میکنید و اونجا هست که ما در خدمتتون هستیم برای مراحل بعد. دست ممنون و متشکر از مژگان جان به خاطر وقتی که در اختیار من گذاشتم. خیلی ببخشید که با این حال صداتون نمیاد عزیزم. بعد به خاطر همین پوزش میخوام که خودم نیست. سلامت باشین. ببخشید که مرسی که وقتتون رو در اختیار من گذاشتین. ممنونم. خدا نگهدارتون. خداحافظ.